بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عرض ادب و احترام. بازم عدم تعویض تصمیم تایم باعث شده که سرسیلند این خودرو باز بشه و سوپاپ کج بکنه. حالا ما مجبوریم باز کنیم سرسیلند رو و بفرستیم انشالله تراشکاری. خیلی از دوستان تماس گرفتن و پیام داده بودن که آقا باز و بست سرسیلند L90 رو از روی ماشین فیلمش رو برای ما بذاریم. به خاطر همین تصمیم گرفتم انشالله امروز باز و بست سرسیلند این خودرو رو فیلمش رو بگیرم و براتون بذارم. امیدوارم که انشالله مورد پسندتون واقع بشه. دوستان این صفحه محافظ رو باز میکنیم. دو تا دونه ماره 8 داره که با بوکس 13 باز میشه. بعد دست موتور بالا رو باز میکنیم. دو تا پیچ که شل کردیم میزنیم موتور خوب بیاد بالا که وزن موتور رو دست موتور برداشته شه. دوستان پیشه دست موتور همه با بوکس 16 باز میشه. همینطور که میبینید دست موتور پاره شده و دو تیکه شده و باید تعویض بشه حتما. دوستان همه پیچهای قاب آلومینیومی جلوی تایم با بوکس 13 باز میشه. خب آقا بریم یه جلو. دوستان وضعیت تصمیت هایی رو نگاه کنید. خب دوستان وضعیت تصمیت هایی که دیدید چجوریه. علت تایم رد کردنش همینه که این عرضگرد ثابت بولبرینگش خورد شده و باعث شده تصمیت تایم رد کنه و سوپاپ کج کنه. دوستان اینجا برای قاب تصمیم تایم دو تا پیچ 6 داریم که با بوکس 8 باز میشه که الان من این دو تا پیچ رو باز میکنم.
دو تا پیچیه که عرض کردم خدمتتون. بول بیرینگی که عرضگرد ثابت خوب شده، ساچمه‌هاشو نگاه کنید همه ریخته تو قاب تایم. خب دوستان اینجا دیگه چیزی نداریم، بریم پایین چرخش رو باز کنیم، شلگی رو باز کنیم. شلگیر این ماشین هم دو تا خار داره، یه دونه این زیره، یه دونه هم اینجاست که اینو باز میکنیم. اینطوری میکشیم میاد بیرون. یه خار هم این زیر داره که در میاد، یه خار دیگه هم این زیر هست، بکشید بیرون میاد. بعد این رابطه بین رام و شاسی رو باز میکنیم. یه مهره 18 و یه دونه پیچ 13 داره، باز میکنیم اونو. بعد موتور رو میاریم پایین و پولی سر میدن گذاشته. آب تصمیم تایم دو تا دیگه پیچ 6 داره مثل اون پیچ های بالا، این دوتا هم باید باز بشه تا آب بیرون بیاد. دوستان نگاه کنید ساچمه ها رو، ساچمه کجا ریخته، هواپیما مشخصه تو فیلم، این ساچمه هست. دوستان بعد از اینکه اونو باز کردید تسمه دینامو از جای خودش بیرون میادیم. تسمه دینام این یه خورده گیر میکنه این ور اون ور، یه خورده حوصله به خرج بدید با دقت درش بیاد. خب بعد از اینکه تصمیم دینام بیرون اومد موتور رو میاریم بالا و قاب تایم رو از جای خودش میاریم بیرون. خب چون این ماشین تایم رد کرده دیگه نیازی به تایم گرفتن نیست دیگه، ما همه اینا رو باز میکنیم بعد بریم در ادامه انشالله سرسیلند رو با هم دمونتاژ کنیم. اول مهره عرضگرد
سفکن متحرک رو باز میکنیم که با بوکس با یه رینگی 13 باز میشه. و بعد سفکن ثابت که با بوکس تی 50 باز میشه. خیلی از دوستان گفته بودن که موقع باز کردن سایز آچارها و بوکس ها رو تو فیلم به ما توضیح بدید، به خاطر همین همه رو دارم دونه به دونه بهتون میگم. بعد از اینکه این باز شد دیگه تصمیم تایم بیرون میاد. این هم از وضعیت سفکن ثابت. این هم تصمیم این چه ترکایی داره. خب دوستان دیگه اینجا الان ما چیزی نداریم، این دوتا گوش هم در میاریم، بریم انشالله واسه باز کردن منیفول و هواکش و بعد اگزوز و سرسیل. خب دوستان باید سیم کشی آزاد بکنیم از روی کوئلا. برای باز کردن، برای در آوردن سوکت ها شما میتونید همین سوکت رو اینطوری فشار بدید بکشید بیرون. یه وقتی هست می‌بینید سوکت درست عمل نمی‌کنه و کار آزاد نمی‌کنه، میتونید از این لبه پیچ گوشتی بندازید زیر کار رو به راحتی بکشید. برای در آوردن سوکت پتانسیومتر دریچه گاز یه فنر سرکج اینجوری نیاز داریم. این بزن زیر کار سوکت و به راحتی در میاد. اینو دقت کنید نشکنید سوکت دریچه گاز رو. یه کار نگه دارندم رو آزادش میکنیم و بعد این کل مجموعه رو گردیم. خب در ادامه پیچهای منیفولد هوا رو که با بوکس 8 باز میشه باز میکنیم. منیفولد هوا کلا 7 پیچ 6 داره که با بوکس 8 باز میشه. 5 تاش این جلو قرار گرفته، 5 تا از پیچ اینجا قرار گرفته، 2 تا از پیچ اینجاست. شفته پایین. دو تا پیچ بلند پایه هواکش رو باز میکنیم.
یه پیچ دیگهش. این ترتیب این مجموع هواکش شیلنگش هم آزاد میکنیم و هواکش آزاد میشه. برای باز کردن دریچه گاز 2 تا پیچ 8 داره باز، 2 تا پیچ 6 داره که با بوکس 8 باز میشه. این پشت قرار گرفت، شما دستت هم بکشی دستت به پیچا برخورد میکنه چون دید نداره اون پشت. دوستان یکی رو باز بکنن اصلا تلرش دستشون میاد. بعد از اینکه اینو شل کردیم مجموعه هواکش به راحتی بیرون میاد. دوستان اگه مثل الان دیدید بیرون نیومد یه خورده پیچا رو بیشتر شل کنید. پیچای دریچه گاز رو یه خورده بیشتر شل کنید راحت بیرون میاد. و اصلا بازش کنید. این به راحتی بیرون میاد. اون پیچی که افتاد پایین شنانیدون هوا. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم این سنسور اکسیژن از بغل هواکش جای خال آزاد میکنیم و این هواکش رو در هواکش هم به این شکل و در نهایت این یه دونه پیچ هم باز میکنیم که شل کرده بودیم. دریچه گاز کامل میاد بیرون. خب الان نوبت کوئل است. 4 تا کوئل رو باز میکنیم. چشو برمی‌داریم و کوئل ها رو از جای خودش بیرون میدیم. الان نوبت اینه که محفظه بخار روغن رو باز کنیم از روی سطح. دوستان امیدوارم تا اینجای ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه. اگه دوست داشتید کانال ما رو سابسکرایب کنید، این علامت زنگوله رو هم بزنید که اگه ویدیو جدیدی گذاشتم مطلع بشید. با لایک و کامنتاتون از ما حمایت کنید، به دوستاتون معرفی کنید.
انشالله همه بتونن استفاده کنن. منم خود شده این ویدیو رو فیلمایی که توی کانالم گذاشتم بدون چشم داشتی برای شما عزیزان میذارم که حالا توی این وضعیت اقتصادی بالاخره اگه بتونیم یک کمکی کرده باشیم، یکی یه نونی ببره سر سفره‌اش، یه دعای خیلی هم پشت سر ما باشه. خب دوستان محفظه احترام به محفظه بخار روغنم که باز کردیم. بعد این دوتا پولکی داریم اینجا، پولکنای پشت میکسوپاپو. چسب دوقلو زدم، خورده بد در میاد. خب دوستان الان به مرحله رسیدیم که بخوایم این درسوپاپ رو باز کنیم. روش باز کردن درسوپاپ چون آلومینیومی هست گفتم که از خارج به داخل باید باز بشه و روش بستنش از داخل به خارج. حالا از خارج به داخل یعنی چی؟ یعنی که شما این پیچ یک در نظر بگیری میشه 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 این شکلی باز میشه. خب پیچا رو یک در میاریم از جای خودش. چهار تا پیچ بلند هم مال جلوی سرسیلن که همه پیچ هم با بوکس 8 باز میشه. خب بعد از باز کردن این پیچ ها دو تا دونه پیچ 6 دادیم اینجا که با بوکس 8 باز میشه. اینو حتما باید باز کنید که کپه میکسوپاپا بیرون بیاد. آقا پیمان تو فیلم مشخصه کجا رو باز میکنم؟ پیچ شیشه گیج روغن است که به این پایه نصب شده، اونم باز میکنیم که کلا اصلا پایه در محل خودش خارج کنه. خب دوستان برای در آوردن کپه میکسوپاپا خیلی دقت کنید. اگه یه ذره بی‌احتیاطی کنید ممکنه این کپه بشکنه. باید اینو به این صورت از این محل با دو تا پیچ گوشتی آروم آروم فشار بدید از جای خودش بیرون کنید. خیلی با احتیاط، ضربه به هیچ عنوان نباید بزنید.
اونم میاد بیرون. 4 تا دونه گوش راهنما داریم. این گوش داخل این کف قرار میگیره و یه ذره بی‌احتیاطی کنیم دستگاه میشکنه. کوپانا رو از جای خودش بیرون میاریم. و بعد میلسو پاپا رو برمی‌داریم. خب دوستان رسیدیم به مرحله‌ای که این اسپک‌های رولردار، اینا میگن اسپک‌های رولردار، اینا رو در محل خودش خارج می‌کنیم. 16 تا دونه است، هم مال دود هم مال هوا. این سمت کلاً هوا بود، این سمت دوده. و بعد تایپیت‌های هیدرولیکی رو از جای خودش بیرون میاریم که 16 تا است. خب آبیمون از اینجا بگی شما. دوستان رسیدیم به مرحله‌ای که باید حوضی آب از روی سرسیلن باز بشه. برای باز کردن حوضی خیلی از دوستان میان شیلنگا رو آزاد میکنن، میره از جای خودش در میاره که من اصلا این کار رو تایید نمی‌کنم. این دستا رو که شما می‌بینید این دستا فابریکیه. از زمانی که میایین در بیارین یا بست خراب میشه یا از آبداری خارج میشه. به خاطر همین موضوع ما حوضینگ آب و پیچش رو باز میکنیم و رو ماشین میذاریم میمونه و اینا رو اصلا در نمیاریم که از آبداری خارج نشه. بعضی بستا میبینید خب بست فابریکیه، حیفه بخوایم بست پیچی بندازیم. برای تمیز بودن کار این کار رو انجام میدیم. حالا باز کردنش یه خود سخت هست برای ما، یه خود دست و پاگیره، ولی کار تمیز میمونه، بسته از بین نمیره، شیلنگا از آببندی در نمیاد. داشته باشم اینجا جای بادی بیارم.
دوستان هوزینگ 4 تا پیچ کوتاه داره، 4 تا پیچ اینجوری داره و 5 تا پیچ بلند. خب آب مهمی باش از اون بده میفته تو فیلمی پیچی که دارم باز میکنم دوستان. یه پیچ اینجا داره، یه پیچ هم اون زیر. این دوتا باز بشه هوزینگ کامل میاد بیرون. این پیچ بلندترین پیچه. پیچ خورده بد دسته چون شیلنگا از زیرش رد شده، از روش رد شدن. این پیچ هم باز شد. الان اینجا آماده است که هوزینگ رو خارج کنید به این شکل. این پیچ گوشی بندازید هوزینگ آزاد میشه و برای بستن مجددش حتما این واشر رو تعویض کنید. این واشر اینجا هست، واشر فلزیه، باید جوری هم چسبیده. این بره ببخشید. خب اینم از این. حالا برسیم به ریل سوخت یا ریل انژکتورها. اونم باز با دو تا پیچ 6 با بوکس 8 باز میشه. یکی پیچش هم باز میکنیم. البته دوستان قبل از اینکه این ریل سوخت رو در بیارید من فراموش کردم شیلنگ بنزین حتما آزاد کنید، چون شیلنگ بنزین ریل سوخت که باز بشه یه خورده در موردش سخته. بعد اینجوری تکون تکون میدیدیم. اگر از جای خودش بیرون نیومد پیمان اینجا رو بگیم از جلو از این ور بدید که دیده بشه. دوستان یه ذره روغن به سر انژکتور رو بزنید، جایی که انژکتور رو رفته داخل مانیفول هوا. یه خورده تکونش بدید به راحتی میاد نمیشه. یه لاستیکش هم پاره نمیشه، اورنگش از بین نمیره. بعد سوکت لاکم آزاد میکنید و این مجموعه دیگه کامل آزاد. دیگه میذاریمش این باشه. مثلا ما این کاری نداریم. هوزینگ هم که بازه، تایمش هم که باز کردیم، برابر سرسیلان کامل آزاده، فقط مونده اگزوزش. سیم سنسور اکسیژن هم حتما آزاد کنید چون اگزوز و سرسیلان رو که بخوایم در بیاریم سیمش حتما باید آزاد بشه. که آزاد کردید
به این شکل سوکت رو آزاد میکنیم. خب دوستان این مرحله به پایان رسید، میمونه فقط باز کردن اگزوزش و بعد پیچای سرسیلند رو انشالله سرسیلند رو کامل بذاریم زمین. خب دوستان الان میخوایم اگزوز و لوله اگزوز رو آزاد بکنیم، چون اینجا متاسفانه رام اجازه نمیده که من از این سمت فیلمشو براتون بگیرم و قشنگ دیده نمیشه. حالا از اون سمت یه مقدار دیده میشه، چون یه بوکس 14 و لقلقه با یه کمک بلند مثل پیچه رو باز میکنم. به این صورت بیرون میاد. خب دوستان اگزوز هم آزاد شد، بریم بالا انشالله پیچای 10 تا پیچ سرسیلند مونده اونم باز کنیم و بذاریمش سر. خب دوستان پیچای سرسیلند رو میخوایم باز کنیم. پیچای سرسیلند هم عرض کردم خدمتتون که باید از خارج به داخل باز بشه، یعنی میشه پیچ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 به این شکل باز میشه که روش بستنش عکس اینه. پیچا دوستان من پیچا رو شل کردم که دیگه با ورسادی سریع بازش کنم. دوستان سرسیلند الان آماده است که بذاریمش پایین، یه استانبولی بیاریم انشالله سرسیلند رو برگردونیم توش. دوستان زمانی که اگزوز رو باز کردید من فراموش کردم بهتون بگم اینجا یه دونه دیاق داره که بسته شده روی اگزوز به سیلند با بوکس 16 با یه سر 16 باز میشه، یه پیچش مشت پلوسه، یه مهره 16 هم اینجا داره. اینو حتما باز کنید. من الان رفتم بالا پیچای سرسیلند باز کردم، فراموش کردم اینو باز کنم و بهتون بگم اینم حتما باید باز بشه که الان بازش میکنم. پیچم پشته یه خورده بد دسته چون پلوس اجازه نمیده دیده شه. میشونش کنید این دیاق بیرون میاد. الان دیگه سرسیلند آماده است که بندازیمش پایین. خب دوستان الان دارید میبینید که حالا این سوپاپا همه کج شده، کلا سوپاپای دودو زده. حالا این دوتا یه مقدار کمتر. حالا همین
قسمت هایی که میبینید سفید کرده رو پیستون جای ضربه های سوپاپه. خب دوستان بزرگوار، باز کردن سرسیلند L90 اینجا به پایان میرسه. خب دوستان، خورد کردن سرسیلند L90 هم بهتون توضیح بدم. این پایه نگهدارنده موتور رو در میاریم، باز میکنیم، یه پیچ سیستمی داره. بعد این صفحه محافظ روی مانیفولد دودو که توسط 5 تا پیچ بسته شده، 5 تا پیچ با باکس 8 باز میشه. فقط همین رو باز میکنیم، نیازی نیست این زیریش رو باز کنیم دوستان. خب دوستان، پیچی که رد کرده بود کلی وقت ما رو گرفت تا تونستیم بازش کنیم. حالا میرسیم نوبت مانیفولد دودو. 9 تا پیچ که با باکس 10 باز میشه. این مجموعه رو کامل مانیفولد دودو بیرون واشر مانیفولد دودم بیرون می‌بریم و این پایه کوچیکم باز. پایه زیر مانیفولد هوا رو باز کردیم، یه واشر زیرش هست، واشرش هم در میاریم و این سرسیلند دیگه الان آماده است که انشالله بفرستیمش تراشکاری کاراشو انجام بده و به امید خدا بریم برای بستن. خب دوستان، باز کردن سرسیلند L90 اینجا کلا باز کردن و خورد کردنش به پایان رسید. انشالله جمع کردنش هم توی ویدیوی دیگه واسه تو میذارم، انشالله که مورد پسندتون بود.
قرار بگیره. یا علی